اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالعظمی هو الشیطان الرجیم. فذکر، به یاد بیار که یک ولایت فقیه ستون فقرات عزت عظمت این کشور هست. ففکر یعنی فکر بزن. دو، ولایت فقیه لگن خاصره حشمت و قدرت و نصرت و هیبت و فرهاد و فرزاد و کیانوش این کشور است. چیست که نداند اصل این انقلاب با هدایت‌ها و تدبیر یک ولی فقیه به سامان رسید. جان جانان، قهرمان قهرمانان، آن سفر کرده که رفت میلیون‌ها قافله دل به همراه خود برد. آیت الله العظمی امام خمینی. و کیست که نداند بعد از اون سفر کرده که میلیون‌ها قافله رو لخت کرد، جیبشون رو زد، نوبت رسید به اول هیکل منطقه، مال مالان، خال خالان، گاب نالان، آیت الله العظمی امام آرنولد ببخشید سید علی استالونه. خیرشو ببینید. نباید این مسئله مورد غفلت قرار بگیره که حمایت‌های مردم حمایت مطلق نیست، بلکه حمایت مشروطه. این حمایت تا وقتی است که اطاعت از مقام معظم رهبری باشد. نباید این مسئله مورد غفلت این یارو محمود بادمجون قرار بگیره که حمایت عظمی از تو مطلق نیست. تو کی بودی؟ یک تاپاله؟ ببخشید دیگه تاپاله؟ تاپاله بودی تو شهرداری؟ این حمایت تا وقتی است که مثل کک تو قبای عظمی نباشی. به مسئولان محترم نظام دوستانه میگویم طوری عمل کنید که تو میدان اینها بازی نکنید. طوری عمل کنید که خانه های جدول دشمن رو شما پر نکنید. انتظار از مسئولین نظام اینه که با رفتارشون تو دهنشون بزنن. دارم دوستانه میگم احمدی نژاد، آخه تو نفر کدوم تیمی؟ بابا یه پاسم به این مقام عظمی ندادی. عبث تو مقام عظمی رو چسبوندی تو کنج سجاف. تو قرار بود تو دهن استکبار بزنی، نه تو دهن مقام عظمی، اون هم تو خونه خود عظمی. اون خانه ای که دیگه این روزها داره به ماتم می نشینه. اگر چشم سر رو ببندیم، چشم دل رو باز کنیم، چشم کف پا رو رزوه کنیم، چشم پشت کمر رو باباگوری کنیم، میبینیم که عظمی دست به کمر گرفته راه میره. سر همین جریان لوسبازی محمود تو بیت به من گفت که من دراز میکشم رو به قبله، ساعتی دیگر صدام بزن. ساعتی دیگه صداش زدم، دیدم ناکس زیر ملافه داره بمبی میندازه بالا. اونجا بود که رفتم یقه محمود رو بگیرم، دیدم انتر سرم زده تو اتاق نشسته، میگه عظمی ز غمت خانه نشینم کردی، دل خسته و نومید و حزینم کردی. نستوه یگان قهرمان بودم من، از درد فراق خود چنینم کردی. عظمی چو علف مرا بجینم کردی، بادمجون دور قاب چینم کردی. آخون شپشباز محل بودم من، در بیت تو خرچنگ ترینم کردی.